در شهر خوجند چمپیونات تاجیکستان اوید با اوشو بین جوانان و کلانسالان برگزار شد. چورابینی ورزشی مذکور طبق نقشه چورابینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یکجایی با فدراسیون اوشوی کشور با مقصد دریافت بهترین ورزشکاران مملکت اوید با این نمود راه اندازی شد. در چمپیونات مذکور 180 نفر ورزشکار از همه منطقه‌های کشور اشتراک و مهارت سنجی کردند. مورد با ذکر است که نمود اوشو سال‌های اخیر در کشور ما رشد یافته ایستاده است. دستپروران این نمود ورزش پیوسته در مسابقه‌های وطنی و بین‌المللی و جهانی به دستاوردهای نظررس مشرف شده ایستادند. طول 8 صبح در محفل اوشو تمرین میکنم. من امروز در مسابقه جمهوری اوید با اوشو سزاوار جای اول گشتم و من میخوام در آینده پرچم برداری وطن خود شوم. همه دستاوردهای ورزشکاران کشور ما نتیجه توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که برای ورزشکاران تمام شرایط‌ها مهیا شده است. از بین اشتراکچیان حکمان بهترین ها را معین نموده برای اشتراک در مسابقه‌های بانفوذ نام‌نویس کردند. چمپیون‌های امساله تاجیکستان و جایزه‌داران این چورابینی ورزشی با جام و مدال و افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند.